این بحر نمیداند کی قدر دارد. ملا امام با قدر است در نزد پروردگار، یا که یک آدم عادی ترین نمازخوان کی با قدر است؟ کسی نمیداند. یک فضیلت جماعت همین است که شاید که با دعای یکی از همون قومیت خداوند خوش بیاید و دعای همه قوم قبول کند. برای همین ما و شما باید بعد نماز نشسته و یک جای دعا کنیم. مسجدها و صفها را ما و شما ترک نسازیم. ضرورت باشد میلش از پای کار چو، لیکن به ضرورت این خطا است. دوم سوال کردن، در کلخاز ما یک مسجد است، در دویم آشیانه می باشد. در آشیانه یکم لطابازی می کنند، در آشیانه دویم نماز می گذارند. حالا آن که در کلخاز ما دو مسجد می باشد، شما چی گفتنی دارید؟ با احترام مخلص شما. اگر در بالایی که مثال در یکم آشیانه لطابازی می رود، در اگر آشیانه دویم نماز هم که خانه، نماز شما را خدا قبول می گرداند. لیکن شما باید که دعوت کنید یکم آشیانه را دویم آشیانه برید. کاری کنید شما دعوت کنید که اونها وقتی نماز لطابازیشان قطع کنند، نمازشان خوانند. در این باید شما مسئول هستید. کسانی که در همون دویم آشیانه میخوانند مسئولیت دارین که یکم آشیانه را چنان تبلیغ کنین که بعضی هاشون وقتی نماز ترک کنن و آشیانه دویم براین. لیکن این به نماز شما هیچ ضلالی ندارد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، بعد رمضان یک هفته روزه گرفتن حتمی است. میگویند که 366 روز گویا روزه گرفتی. من روزه بعد رمضان رو نگرفتم، گناه هست یا نه؟ از شما عذر میخواهم. یعنی این همون 6 روز از ماه شوال است بعد رمضان. هر کسی که اگر این روزه را گرفت، پیغمبر خدا گفت که همچنان تصور کند که 366 روز گویا که در نزد پروردگار روزدار بود. این حدیث صحیح پیغمبر خداست که کسی 6 روز روزه گرفت، 1 ساله روزه را خداوند در نامه اعمالش نویساند. برای همین لیکن کسی نگرفت، در این نگرفتنش در نزد خداوند گناهکار نشد. زیرا فقط روزه‌ای که در گردن ما و شما فرض است، این روزه ماه مبارک رمضان است. این روزه هایی که ما دیگر میگیریم، این به فقط اخلاص ما و به تقوای ما وابسته است. اگر گیریم ثواب، نگیریم در نزد پروردگار گناهکار نمیشویم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما یک چیز را پرسیدنیم. نمازهای قضایی 4 رکعته را با سوره خوانده می شود یا بی سوره؟ همون مثل خودش خوانین. مثل خودش خوانین، یعنی 4 رکعت نماز قضایی دارین، مثل خودش 2 رکعتش به سوره، 2 رکعتش بی سوره خوانین. چگونه قضا کردین همون خیل اداش کنین. سوره اقرا را در نماز خواندن در آخر سجده تلاوت لازم است یا 2 سجده نماز کفایه است؟ همین سوره اقرا که آخرش که خودش سجده تلاوت دارد، همون رکوعی که شما در نماز میکنین یا سجده که برای همون رکعت میکنین، برای همین سجده تلاوت همون بسنده است، خود کفایت میکنه. اینجا سوالای آمده است که امروز لازم بود از جوابش. السلام علیکم بابای حاجی مرزا، از شما خواهش میکنیم که با سوالهای ما جواب دهید. ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه، تجارتگران بازار کاروان، از شما شنیدیم که بعد نکاح برآوردن عروس پیش تخت نکاح بریده می شود. آدمانی که ندانسته پیش تخت برآوردن امروز صاحب فرزند شدند، چی کار کنند؟ دوم، در سفر در داخل ماشین در راه باشی نماز خواندن جایز است. از شما خواهش میکنم که در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان شما، بابا خان و بابا جان. یعنی در سفر در راه در ماشین نماز خواندن البته جایز است.